آخرش رفتن نترسیدن، اونجا که پاهای زمین لرزید، هی پشت هم رفتن جلو، اما هی پشت هم میدون مین لرزید، میدون مین لرزید، هی پشت هم. خداوند را شاکریم که توفیق خدمت به شهدا و خانواده معظم شهدا را نصیب ما کرد. کار را شهدا کردند و ما ایم که با امتحان بزرگ الهی که چگونه از آرمان بزرگ شهدا حراست کنیم. شهدا به ما احتیاجی ندارند و ما ایم که محتاج شهدا هستیم تا مسیر خود را گم نکنیم. امروز ما به یاد مدافعین حرم جمع شدیم. مدافع حرم یه عزیز دانشجویی از ما سوال کرد آقا مگه میشه؟ اول اجازه گرفت، خیلی مؤدب، آیا میشه ما به خاطر خشت و گل و آجر و سیمان و نمیدونم فلان حرم حضرت زینب بهترین بچه‌امونو فدا کنیم؟ ظاهر قضیه اینه که نمیشه، اصلا عقل اینو نمیپذیره. ولی ما یه اصلی تو هم دفاع و هم عملیات و هم امنیت داره. میگه که شما اصل جزء اصول جنگ‌های نامتعارفه یا جنگ‌های ناهمگونه یا جنگ‌های ناهمترازه. میگه که شما وقتی میدونید که دشمن دارید، اگر بمونید که دشمن بیاد، محیط امنیتی خودتون رو به دشمن واگذار کردید. حتما باید عبور کنید، برید تو محیط امنیتی دشمن که محیط امنیتی شما هم بمونه. ما امروز به والله قسم همین الان که یه امنیت رو که داریم مدیون همین نگرش و این تراز مدیریت دفاعیه. برید تو محیط امنیتی دشمن تا محیط امنیتی شما سالم بمونه. گفتم حاج قاسم، من واحد تخریب آموزش دیدم، اطلاعات عملیات آموزش دیدم، رزمندگی میتونم، پشت جبهه میتونم، چرا من تو عملیات نباشم؟ گفت تو کشاورزی و دامدار، این داس رو بگیر. دادن به من یک داس. گفتم چیکار کنم؟ گفت میری توی اروند، از روی این نقشه شبا نیا رو میبری، آبراه باز میکنی که شب عملیات رزمندها قایقا رو بندازن تو این مسیر، به سرعت اروند و بعد از غواصه عبور کنن. میرفتم اونجا شب تا صبح برای خودم ذکر میگفتم الا بذکر الله تطمئن القلوب. میترسیدم، بچه بودم، ولی آبراه باز کردم. رسید شب عملیات و الفجر 8، رزمندها غواصا لباس پوشیده، قبلش بچه های اطلاعات عملیات رفته، واحد تخریب آماده، همه کارا گزارشا داده، غواصا لباس غواصی پوشیده پریدن توی آب، شروع کردن به شنا کردن، رفتن وسط آب. شب تاریک، همه جا ساکت، نم نم بارونی شروع کرد. ما هم توی نیزار، بچه ها توی قایقا آماده که به گاز برن توی آب. امواج یواش یواش رسید به فرس 4. فرس 4 که برسه یعنی آب اشترک میزنه، یعنی نیرو رو با خودش میبره. فرمانده حاج احمد امینی وسط آب داره داد میزنه، حاج قاسم آب داره نیروها رو با خودش میبره، چی کار کنیم؟ حاجی میگه آب به زهرا قسم بدید. آب به زهرا قسم دادن و از اروند گذشتن. ما سوار قایقا به گاز رسیدیم اونور اروند، از میون گلا و چولانا، از میون موانع و خورشیدیا عبور میکنیم. تخریب بلدم، مینارم خنثی میکنم که رزمنده ها سریعتر برن. سنگرای دشمن رو یکی یکی فتح میکنیم. فاو نشونه گرفتیم، برسیم فاو بگیریم که از زمین آسمون گلوله میباره. زمین از خود نیزه ها رویانده بود و آسمان باران تیر و حسین میان نیزه ها با دخا زخم شمشیر. همه سر عالم رو فهمیده که فقط زنده
سرودیم از شب هجرت ولی در خانه تاریخ دلیل ماندن حق بین بستر را نفهمیدی. من از من کنت مولا خواندن خود نیز حیرانم که حیدر را پرستیدیم و قنبر را نفهمیدیم. حرفایی رو آخر گفت لشکر که از معبر گذشت و رفت رومین یکی الله اکبر گفت الله اکبر گفت الله اکبر گفت. رومین یکی دستاش جا مونده رومین یکی پاهاشو گم کرده